به نظر تو ویلیجرها چقدر میتونن باهوش باشن؟ بریم با هم دیگه ببینیم. امرالد رو انتخاب میکنه یا دایموند؟ امرالد. حالا دایموند رو انتخاب میکنه یا TNT؟ حالا توی این ستا که سه تاش TNT یه دونش معمولیه، کدوم انتخاب میکنم؟ حالا اگه یه زامبی دنبالشون کنه، این راهو میرن که طولانی تر و سخت‌تره یا اینو میرن که ساده تره؟ اینجا یه زامبی اینجا میذاریم و نشد. این ویلیجر هم اینجا. در هر صورت 3 تا آزمون رو رد شدن، پس خنگه.